بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز و همه مردم شریف شهرستان دشتی، بالاخص مردم شهر کاکی و مردم بزرگوار شهرستان تنگستان. قانونگذاری و نظارت. حالا قانونگذاری تو اصل 70 قانون اساسی آورده، نظارت هم توی اصول متعدد قانون اساسی آورده که به شکل عام و خاص کار نظارت بر اجرای قوانین مصوب شده گذشته، قوانین در حال اجرا و معطل مونده رو باید انجام بدن. اصل کار اینه. شعار انتخاباتی دو سه تا شعار بعد نظرم هست که بحث عدالت محوری است و یکی هم احیای سمت نمایندگی. عدالت اجتماعی رو به شکل خاص بنا داریم که در همه ابعادش دنبال کنیم و به عنوان یک شخصیت مستقل وارد عرصه انتخابات شد. یه تعبیری امام حسین داره می‌فرماید که ولا یحل لعین مؤمنه تر الله یوسف فتطرف حتی تغیره. یعنی هر جا که انحراف از قوانین و مقررات اسلامی دیدید، بر هر مؤمنی واجبه که در حد توانش ورود کنه و از این انحراف تغییر جلوگیری کنه. حالا ما ورود کردیم تا اونجایی که توان داریم، این تکلیف رو که بر عهدمون هست و انشالله بتونیم انجامش بدیم. امتیاز نیروی جوانی، جسارت جوانی و سلامت نفس و کار، پیگیری و پشتکار، تلاش. در حال حاضر که فضای مجازی و نشست‌های خانگی، جلسات تبیین و نشست‌هایی که بین قشر نخبگانی برگزار میشه حضور پیدا میکنیم، صحبت میکنیم. تنها راه تبلیغ در حال حاضر این. تا حالا بریم جلوتر که شکل وسیع‌تری پیدا کنه به شکل فیزیکی و میدانی و اینها. هزینه‌ها که در اصل هزینه‌های زیادی بابت این انتخابات هزینه میشه که اونم شخصی هزینه میکنه. اگر که الان مد نظرتون هست که خب دوستانی هستن اطراف ما که تخصصهای مختلف دارن، چه در بحث حقوقی، چه در مثال کشاورزی، بهداشت، درمان و مثال آموزشی، مثال صنعتی و موضوعات دیگه، ورزشی، اینها ازشون مشورت میگیریم، راهنمایی میگیریم، مشکلات رو احسا میکنیم و راهکارهای براش در نظر میگیریم. و حتی اگر که منظور شما این باشه که بعد از این که به عنوان منتخب مردم ما معرفی بشیم، خب قطعا اونجا دیگه وضعیت فرق میکنه. قشر نخبگانی در همه حوزه‌ها باید شناسایی کنیم، جمع‌آوری کنیم، به صورت کمیته‌های خاص باشو بشینیم و موضوعات مهم منطقه رو احسا و در خصوص قوانین و مقررات مد نظر و قوانین و مقرراتی که بتونه کمک کنه به احساء اون مشکلات، به حل و فصل اون مشکلات احسا شده، اونها رو پیگیری و مطرح کنیم. دوستانی که زحمت کشیدن کنار ما بودن، ما احترام همه اونا را داریم و همه اونا ما رو میشناسن، اخلاق و خصوصیات ما رو میدونن که این موضوع برابری در مقابل قانون برای همه هست، من جمله خود من. فلذا اونا توقع و باجخواهی و سهمخواهی خاصی از من نداشتن و با این دیدگاه کنار من دارن خدمت میکنن و زحمت میکشن. امیدواریم که یک فرصتی فراهم بشه، یک انتخابات سالم، رقابت منصفانه و عادلانه‌ای برگزار بشه و فرد منتخب هر کسی که هست، اگر ما بودیم، با توکل بر خدا و پشتوانه مردم بتونیم یک کار بزرگ و تغییر اساسی در منطقه ایجاد کنیم. اون چه که در طی 45 سال گذشته به شکلی ضعیف انجام شده، با یک توان بیشتر به شکل مستمر به سمت جلو حرکت کنیم.